محمد سعید نظریوی 30 ساله با حکم دادگاهی ولایت ختلان 5 سال از آزادی محروم شده در زندان نظامش سنگین شهر قرغانتپه ادای جزا میکند. این مرد را ختم کرده مدرسه اشاعت التوحید ولایت زاهدان جمهوری اسلامی ایران میگویند. مدرسه علمی اشاعت التوحید زیر نظارت شورای هماهنگی مدرسه های علوم دینی اهل سنت ولایت سیستان و بلوچستان می باشد. دادگاه عالی تاجیکستان سلفیه را در یک قطار به سازمان های مذهبی دیگری به خاطر در اختلاف با مذهبی رایج در کشور بودنش شروع از سال 2009 ممنوع و اکستریمیستی اعلان کرده است. تا زمانی بازداشت و به زندان رفتنش نظروف ساکنی دهه باغپروری یکم جماعت دهات بستان قلعه ناحیه باختر از راه امامتی و کار در بازار محلی درآمد به دست آورده است. سیفالدین محیدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان و همزمان قاضی پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفت که علیه اسماعیلوف بر اساس ماده 307 قسم 2 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی حکم صادر کرده است. در نسخه حکم صادر شده دادگاه که به دست رادیو آزادی رسیده است گفته می شود که او در سال 2015 در مدرسه اشاعت و توحید زاهدان ایران به حرکت سلفیه پیوسته این چنین در معرکه ها مردم را به پیروی از این رویه دعوت می کرد. در حکم دادگاه این چنین گفته می شود که محمد سعید نظروف تعلیمات مذهبی حنفیه را پر انکار نموده دعوت کرده است که به طریق رویه سلفیه نماز گذارند. در متن حکم دادگاه گفته می شود نظروف از طریق اینترنت و گروه های مخصوصی که به سلفیه ها ارتباط داشته است در معاشرت بوده و از جمله در شبکه واتساپ گروه به نام محبان صحابه باز نموده عقیده های سلفیه را جاری کرده است. ولی خودی محمد سعید نظروف در دادگاه این اتهامات را قسما قبول کرده گفته است نه به همه اتهامات ضد خود راضی است.